خب مسافر سوممون که گفتم بعد از 14 سال برگشته به ایران آرشه. آرش ویلکام تو ایران. چطوری عزیزم؟ آقا حس و حال ایرانو بگو بعد از 14 سال. That's crazy man. I can't describe. میشه فارسی صحبت کنی لطفا؟ فارسی نمیاد داداش. آخرین بار آرش کی اومدی؟ چالوس بار 16 سال پیش 17 سال پیش. با کی بودی این جاده؟ نمیدونم دیگه. نمیدونم دیشب چی خوردم داداش. خب ادامه سفر آرش به ما رسیدش. آقا این رستوران آشای خیلی خفنی داره، بریم جلوتر میریم بالاتره. آرش تو رو خدا اینجا رو بریم امتحان کنیم. آشاش و اینا خیلی باحالی، پیش غذا آرش بریم. اینجا رو دیدیم دیگه. نه خیلی آشاش خفنه، بریم داخل. چون میدونی تا اینجا خشک بود همه چی. میرزا از قاسم اینجا به بعد تازه میریم تو جنگل. بریم آقا، بریم جلوتر. پیچ‌های جنگل و اینا. بریم از. خب بریم در ادامه سفر. من با آرش میرم.